میدونم ولمم بکنی میرسم، ولی دیر میرسم. اون دیر رسیدن اذیت میکنه آدم رو. هرچ کردیم یا الان تا میدون 72 تا مگه اینجا چقدر راهه دیگه؟ مثلا حالا 1 رو 20 دقیقه راه مثلا به صورت عادی طبیعی کسی راه بیفته مانعی هم نباشه میرسه. میگه آه من 4 ساعت معطل شدم تا رسیدم، چون ترافیک بود. پدرمون در اومد. همین بالاخره که رسید، میگه بله رسیدم، ولی من 1 رو راه و 4 ساعت معطل شدم. ما حالا همین میگیم که اونی که قرآن در موردش میگه جهنم اینه، نرسیدن نیست، دیر رسیدنه. حالا بعدم میرسیم میگه حالا یه جای ثابت دیگه که میگه به اینجا برسیم تمام. میگه نه آقا یه مرحله ای رو دیر طی میکنی، بعد میری تو مرحله، وقتی هم رسیدی تازه مسیر ادامه داره. ولی واقعا